إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. دایات قبلی الله تبارک و تعالی برای رد اعتراض مشرکین که می گفتن وحی چرا سر پیغمبر علیه السلام میاد، شخصی که فقیر است، یتیم است، دسترخوان کلان ندارد، طلا و نقره ندارد، سرمایه و مال ندارد، چرا معیار برتری به نزد ازوا همیشه امور مادی بوده؟ الله تبارک و تعالی جواب ازوا را داد و گفت که این مردم ها خو اختیاری روان کردن وحی را چی میکنی که حتی مسائل تقسیم رزق هم در اختیار خودشان نیست. بعد از الله تبارک و تعالی در ضمن آیت فلسفه بزرگ تقسیم ارزاق که در حال متفاوت می باشه ای را هم الله بیان کرد و خصوصا در یک نقطه که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا بعضی دیگرها را برای خدمت خود قرار بدن، جور بکنن. اشاره به این کرد که جامعه انسانی یکی با دیگه محتاج است، هر طایفه و هر گروه امو نیروی خدمت خود در پیش دیگرها میگذاره. از امو خاطر است که در اجتماع انسانی کل گروه ها، همه طایفه ها، اگر او در مرتبه ادنا قرار داره در اعلا قرار داره، خدمت های خود پیش میکنه برای جامعه. البته اینجا تبادله خدمت هاست و در حقیقت تعاون یا همکاری طرفین دو جانبه است. الله تبارک و تعالی به این خاطر تفاوت ها را در بین افراد انسان وضع کرد. همچنان در مسئله تقسیم رزق هم امی موضوع را اختیار کرد. این موضوع یا مسئله هو به مثل موضوع مسئله بدن انسان است. بدن انسان شامل اعضای متفاوت است، هر کدامش بری خود یک حالت داره که او عضو دیگه او حالت و صفت نداره. مثلا بند پای انسان چقدر قوی است، اما او استخوانی که در چشم کار شده او خیلی نازک می باشه و امی پای به چشم ضرورت داره، چشم به پای ضرورت داره. هر عضو انسانی محتاج یکی دیگه است. هیچ کسی گفته نمیتونه که فلان عضو در وجود انسان بیفایده است و یا است که برتری طلبی بکنه که من بسیار خوب عضو هستم تو خوب عضو نیستی، بلکه هر کدامشان یکی با دیگه محتاج است. در افراد انسانی تفاوت هایی که دیده میشه این برای اینمیست، مثل که اعضای انسانی برای پیشرفت و ترقی امی بدن هر کدامش فعالیت و کار میکنه و یکی بالای دیگه برتری جویی نمیکنه. اینمی قسم افراد انسانی در اجتماع هستند که هر کدامشان مسئولیت خود ادا بکنه و این موضوع برتری جویی نباشه و هیچ وقت کسی امی مسائل مادی را معیار قرار نده. الله تبارک و تعالی بعد از او هم گفت که با وصف که مردم فرفتی اینمی مادیات است، اما آن چیزی که به نزد الله تبارک و تعالی که رحمت است او بهتر است از آن چیزی که مردم جمع میکنه. یعنی انسان خیلی کوتاه فکر است، فقط نظرش سری مادیات دنیا هست. اون نعمتایی که الله در آخرت بری کسی میده او را فراموش میکنه، همیشه فیصله را سری مادیات دنیا میکنه، نمیگه که نه از این کده نعمتهای بزرگ دیگری هست باید برای زود تیاری و آمادگی گرفته شود. در این آیت الله تبارک و تعالی این موضوع را مشخص میکنه، یعنی بیان ازیره میکنه که نعمات مادی دنیا آنقدر بی ارزش است به نزد الله تبارک و تعالی که هیچ حد نداره. در حدیث پیغمبر علیه السلام تعبیر از همی کلی نعمتهای دنیا به جناح بعوده شده، یعنی برابری اندازه بالی یک مگس. اینمی قدر ارزش هم به نزد الله تبارک و تعالی نداره. لیکن امی مادیات این طورام نیست که بیخی از نظر افتاده باشه. امی مادیات دنیاست که انسان نعمتهای جنت سرش خریداری میکنه. یعنی اگر سرمایه را انسان پیدا بکنه، در راه معقول و مناسب مصرف بکنه، از او استفاده بکنه، بهترین چیز است. اما این را معیار و ملاک برتری دانستن و چی بهتری دانستن این موضوع درست نیست. چرا؟ به نزد الله این مادیات ارزش نداره. قرآن کریم این گپ واضح میکنه که اگر
ای گپ نمی بود که اگر ما به کفار یعنی قدرت تام توانایی تام سری همه مادیات بدیم و تفاوتی را در وان نبیاریم که کلی از وا نعوذ بالله مالدار و سرمایه‌دار شوه، این گپ باعث از این میشه که یک تعداد مردمی که ظاهر بین است و کوتاه فکر است، این مردم میل میکنه طرف نعوذ بالله امی راه و روش مشرکین، یعنی رغبت و میلشان طرف ازوا زیاد میشه و کلگی ملت واحده کافر میگرده. از همین خاطر الله طور نکرد، وگرنه برای کفار چون که مقصدشان تنها دنیاست، آخرت حسن نداره، الله حتی دروازه هایشان طلا یا از نقره زینه هایشان از طلا و نقره برشان میداد. خلی که نگری کار میشد، مردم کوتاه فکر واره دیده راه و روشی از واره اختیار میکرد و کلی مردم طرف شرک محبت میکرد. از همون خاطر است که الله تبارک و تعالی به کفار همچنان معامله مادی را نکرده که مکمل واره سراسر از هر نگاه مستغنی از مادیات ساخته باشه. از همون خاطر است امروز تلاش و محنت کفار خیلی زیاد است برای طلب مادیات از مسلمان ها کرده. الله این نکته را برای ما بیان میکنه و به ما ظاهر میکنه که به نزد الله تبارک و تعالی مادیات دنیا اعتبار یا ارزش نداره. ولولا ان یکون الناس امه واحده، اگر نمی بود از اینکه مردم بگردن امه واحده یک جماعت کلگی طرف گمراهی میل بکنه و گمراه شوه، اگر این گپ نمی بود لجعلنا ما میگردانیدم، الله میگه لمن یکفر بالرحمن، برای او کسی که انکار از رحمان میکنه. صفت رحمان چرا میاره؟ اشاره میکنه به این گپ که الله بسیار چیست مهربان است، یعنی این متاع مال دنیا را به می کافر که دشمنی سرسخت دین الله است برای عظیم داده رایسته. ما میگردانیدیم برای کسی که انکار از رحمان میکنه، لی بیوتهم، برای خانه هایشان، سقوفا، سقف ها، من فضه، از نقره، با ما ایشان از نقره جور میشد، و معارج، زینه ها علیها، که بالای زینه یظهرون، بالا میرفتن به خانه هایشان، او را از نقره میگردانیدم، ولی بیوتهم ابوابا، و می قرار میدادم دروازه هایشان، و سرورا، تخت هایشان، یتکئون، که بالای از وا تکیه میکنن، یارم نقره میگردانیدم، و زخرفن، و میگردانیدم از طلا. یک معنای زخرف وسایل زیب و زینت میگه و بهترین وسیله برای زیب و زینت طلاست، از خاطر زخرف طلا را میگه، یا زخرف وسایل زینت میگه، و زخرفن برایشان میگردانیدم وسایل زینت های دیگر هم که یا خب غرقی اینمی خوشبختی و ایگه پا میشودن. اینمی مطلوب دنیا پرستان است و همی قسم برشان میگردانیدم. خلیکن چرا نگردانیدم؟ به خاطری که مردم نعوذ بالله کوتاه فکر است، نظری عمیق نداره، از او خاطر کل میلان میکنه طرف راه گمراهی، فکر میکنه که اینمی راه گمراهی محبوبی الله است. از او خاطر الله کفار ای قدر چی داده؟ مال و مادیات داده. قرآن کریم از یک طرف اشاره میکنه که اگر شما در دست کافر مال دنیا را، مادیات دنیا را، رونق دنیا را اضافه میبینی، این را فکر نکنی که او محبوبی الله است. الله قطعی از او دوستی داره. چرا؟ به خاطری که این ارزش نداره، این مال و متاع دنیا. و کفار فقط دنیا را خواسته، شب بروز محنتش برای همین دنیاست. لااقل الله تبارک و تعالی یک چیزی خواست دنیا برش بده. اگر از دنیا محروم شوه، از آخرت هم محروم شوه، بسیار بدبختی سخت سرشان میاد. لیکن الله تبارک و تعالی به طور کامل برشان نداد، به خاطر امی هدف که مردم باز یک دم میل میکنه طرف گمراهی، وگرنه این مادیات دنیا به نزد الله تبارک و تعالی ارزش نداره. زخرف وسایل زینت و زیورم میگه و اصل امی صورت هم به نام زخرف یاد میشود. اشاره کرد که در طبیعت انسان ها خصوصا در دنیا آن چیزی که خیلی مورد اعتنا و با ارزش از پیش مردم طلا است، اما به نزد الله تبارک و تعالی این طلا ارزش نداره. این طلایی که ما و شما به چشم خود نظر میکنیم، پیش الله تبارک و تعالی طلای دیگه ارزش داره. طلا عبارت از امو فلزی است که قیمت بیشتر داره، مردم برش میل داره. الله به پیش الله چی چیز قیمت زیاد داره و الله به چی میل داره؟ الله خودش گفت و رحمت ربک خیر مما یجمعون، از آن چیزی که مردم جمع میکنه رحمت پروردگار او بهتر است. او رحمت اسبابش انبیاء علیهم السلام آورده، ارزش های را برای خریداری که الله از پیش ما میخره، اونو ارزش ها و
اسباب انبیاء علیهم السلام برای ما معرفی کرده. او کمال تقوا است، او کمال اخلاق انسانی است، او دفاع از حالات مظلوم و مردم محروم است، او خوشعیشی خود انسان نیست که به ناز و نعمتهای مردم خود در اوج قدرت رسانده باشه. این نیست. انبیاء علیهم السلام که آمده اسباب ارزش دیگه چیز قرار داده. او عبارت از ختمش واقعی و مستقیم که کسی از پیشت آزار نبیابه و دستورات الله را مکمل بپذیری. اینمی کار که این نشأت از عقیده میکنه و عمل او را تایید میکنه، این اطلاع به نزد الله تبارک و تعالی است که ارزش خیلی قوی داره. این است که قرآن کریم در اینجا صورت به نام زخرف و می خاطریات میشه، یعنی یک طایفه مردم کدام پشت کدام ارزش ها میره و طایفه دیگه کدام ارزش ها را تعیین کرده، راهیابی از او و برای کمایی از او گام میوردارن یا محنت و سعی میکنه. مؤمن همیشه تلاش زندگیش برای اینمی قسم طلا باشه، یعنی آن چیزی که به نزد الله ارزش داشته باشه او را باید کمایی بکنه. و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا، الله میگه نیست و این کل ذلک نیست تمامی نمیگه پا لما مگر هست متاع الحیات دنیا، اسباب بهره‌ورداری از در زندگی دنیا، یعنی هیچ کدام چیست فایده برای آخرت به دست طور مردمی که طور مال میفته هیچ فایده آخرت نداره. کفار واقعا از مال خود فایده آخرت برداشته نمیتونه، ولو که کارای نیک هم انجام بده، چون که عقیده صحیحه نداره الله پاداشش در دنیا میده از اعمال نیکشانه، اما در آخرت چیزی باقی نمیمانه. از همین خاطر است که اینجا فرق میشه در بین مکتب انبیاء علیهم السلام و مکتب مادیات پرستان. اعوذ بالله. مادیات پرستان معیار همین مادیات میدانه و قابل قدر بهتر امیار میدانه. در اون زمان هم یک تعداد مردم همینطور بودن که فقط مهتری و بهتری و کلانی به کسی داده شده که مالدار و چیستا ملکدار باشه. لیکن قرآن میگه نه، انبیاء علیهم السلام برای تو میایه که تا دفاع از تو دهای محروم بکنه، مظلوم بکنه. اون مردمایی که واقعا انسانیت میشناسه، حق دیگه کسا بالکل میشناسه، اون مردمی که حق دیگرها را چور و چپاول کرده اون مردم نیست. والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت به نزد پروردگار تو للمتقین برای کسانی هستند که وا متقین باشه، یعنی مکتب انبیاء علیهم السلام برای در مکتب انبیاء علیهم السلام درس خوانده باشه و راه انبیاء را تعقیب کرده باشه که او عبارت از چیست؟ برآورده ساختن تقوا. کل وجود انسان مکمل تسلیم به قانون الله، هیچ نوع مخالفت از او سر نزنه. این میره آخرت به الله به نزد الله برای متقین است. الله میگه و من یعش عن ذکر الرحمن، نمونه از این ذکر میکنه. ادناترین اعراض، ادناترین کوری از قرآن کریم چه بدبختی ها را به بار میاره. قرآن چقدر اشاره باریک میکنه و انسان خیلی بیدار بسازه. علت است که اصل دیدی که برای انسان برای آخرت پیدا میشه که پیش رویم کدام حالات است، این قرآن برای ما معرفی میکنه. پس کسی که با قرآن رابطه نداره از او حالات آگاهی نداره، که آگاهی نداره تیاری برش نمیگیره. از همون خاطر اصل مقصد از او مکمل دنیا میباشه، از او خاطر تمام کوششش برای دنیاست، معیار پیش از دنیا میباشه. اما کسی با قرآن رابطه داره، قرآن برش معرفی میکنه جهان دیگری را، جای دیگری را، در اونجا چه نعمت‌های وجود داره. آل دیدی از این باز شده، او را میفهمه، برای از او تئوری میگیره. از همون خاطر است که بشر نیاز به تعلیم قرآن داره، چرا قرآن است که راههای سعادت در او جهان برای ما مشخص میسازه که با کدام اسباب و نعمت‌ها را خریده میتونیم. اگر کسی ادنا تغافلی در مورد قرآن میکنه، مبتلا به سرنوشت خیلی فلاکت بار میشه، خیلی زشت میشه. قرآن میگه و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که کور میسازه خدا از یاد رحمان که قرآن کریم است. اشاره میکنه ذکر رحمان کتابی که رحمان روان کرده، تقاضای رحمت الله بوده. قرآن کریم یکی از جمله نعمتهای بزرگ و رحمت بزرگ الله تبارک و تعالی است. لیکن این آدم خدا کور میسازه. اینجا یعش گفته، اصل عش و میگه کم کور شدن چشم، کمتر کور شدن نمیگه، مکمل نمیگه.
یعنی اعراض کامل نمیگه، یک کمکی اعراض کردن، یک کمکی روگردانی کردن. الله میگه اگر کسی کمی روگردانی از قرآن بکنه نقید له شیطانا، برمی گمارم مسلط میسازم له برای تو آدم شیطانا یعنی چیزی سرکشه، دوستی سرکشه که او جنی باشه انسی، فهو له قرین، امی شیطان برش ام نشین است، رفیق دائمی است و ای خود در اختیار از او قرار داره، هر طرف که میبرش میره. بس دیگه نعوذ بالله خود حیوان جور کرده، افسار یا امو چیسته گلونبندی که در گردن خود انداخته به دست شیطان داده، شیطان که هر طرفی را کش میکنه اون طرف میره. قرآن چی نکته جالبی را برای ما بیان میکنه؟ از قرآن کمترین اعراض کردن سبب میشه که الله شیطان سرت مسلط میکنه و هر طرف که میکشانته او می کشانده میشی. از امو خاطر است کسی که با قرآن رابطه داره یک گروه گمراهی را خطا داده نمیتونه، منحرف کرده نمیتونه. اگر یهود است، اگر نصارا است، اگر کمونیست است، اگر دهری است، اگر او مسلمان ها گروه های مزخرف که در بین مسلمان است، یکیش کسی که با قرآن رابطه داره خطا داده نمیتونه. قرآن خود اشاره به این میکنه. خود ادناترین اعراض از قرآن، غفلت از قرآن که خود کور بسازی از قرآن، شیطان قطعت مسلط میشه. او دیگه قطع تو امراض. قرآن نجیب اشاره میکنه شیطان تا آخرت هم قطع تو است. امی چهره منحوس و نفرت آمیزی ازی دمون جنب پیشیت است، چرا که امو شیطان قطع تو حتی در زنجیر یک جای بسته شده، امونجا در جهنم برت است که تا اونجا هم تو را اعلان نکرده و اونجا هم چهره منحوس ازی در پیش رویت آمده رویست و شایدی میده که توستی که قطمه روان بودی، هر طرف که من تو را کشاندم تو روان بودی. چرا؟ کتاب الله تبارک و تعالی آمده بود، چرا برای از گوش فرا ندادی؟ دلیل مقنعه میگفت. شیطان چی سند داره؟ چی دلیل داره؟ نه جبر داره نه ظلم که ما را ببره، فقط هوا و هوس بر ما مزین میکنه. 4 روز همین مادیات دنیا را بر ما مزین میکنه که این طور است، این طور اهمیت داره. ما مرتکب قتل هم میشیم، مرتکب رشوت هم میشیم، مرتکب حق تلفی دیگران میشیم، مرتکب زنا هم میشیم، مرتکب شراب هم میشیم، نعوذ بالله. فقط هوس های است که زودگذر موقت چیزی جلوه و زیبایی داره، لیکن بعد از هیچ چیزی وجود نداره. تمام گناه ها اموتور است. فقط دم آن واحد یک چیزی برای تو زیبا و جلوه میده. اگه او مجلس رقص است، اگه او مجلس شراب است، اگه او مجلس زنا است، کلش زودگذر است، هیچ چیزی نداره، پایدار نیست. قرآن دلایل متین میگفت ایرا گوش نمیگرفتی، شیطان برات تنها وسوسه را جور کرد، تنها زیبایی اعمال برات پیش کرد او تو طرف از او روان بودی. این قطعی تو قرینه است. معلوم شد که یکی از عذاب چیست الله در دنیا این است که تو تابع و فرمانبردار شیطان باشی، هر چیزی که او میگه امور انجام میدی. این جزای نخت است. زمانی که تو سرکشی از شیطان میکنی، هدایات و راهنمایی های شیطان قطعا نادیده میگیری، به مقابلش مبارزه میکنی. اینجا بدانی که راه تو حق است و الله برات توفیق نصیب کرده. امروز مردم هستند هر چیزی که نعوذ بالله امین لعنتی خبیثا، این مردمایی که انسانیت نمیشناسه، امین مردما میگه، ما میگیم بله این برای ما خوب است. هر قانونی که قانون دموکراسی در وطن ما میاد، یا مردم میگه استقبال میکنه که خوب است، کلش تاوان است، ضرر است، بدبختی است. یک کمی خوب با چشم بصیرت انسان ببینه این شیطانا اینسیسته امی کارا میکنه و این فقط و فقط غفلت از قرآن شده. دیروز ما این گپ گفتیم در نماز جمعه. افسوس است امریکایی میفهمه که اگر ما قرآن در بدم یک خدمت برای دموکراسی یا بدینی خود کردیم با یک در دادن قرآن کریم. چرا؟ ارزش قرآن میدانه که قرآن چقدر ارزش داره در دست مسلمان، از او خاطر باید در بده. کافر قدر قرآن، اهمیت قرآن میدانه که بعد سوختانده شود، چرا که بسیار مهم است. این کتاب انقلاب است، این کتابی است که فکر میده. لیکن مسلمان ما تو در عمر خود امی قدر قرآن ندانستیم که یک روز برش می نشستیم در یک مرکز درس قرآن حاضر می شدیم و می فهمیدیم که قرآن چی پیام داره. امروز مسلمانای ما کدام است؟ از دروغ میگم ما دفاع از قرآن میکنیم، قرآن دوست داریم. این نعوذ بالله این محبت دروغ است، این ادعاهای دروغین است. داد از دفاع قرآن میزنیم اما در کل عمر الحمدلله را که در نماز تکرار کردیم معنایش نمیفهمیم، الله اکبر معنایش نمیفهمیم، درست گفته و تلفظ نمیتونیم. چطور محبت با قرآن داری؟ از دروغ دعوا داری، دفاع از قرآن میکنی. اگر تو واقعا قرآن دوست میداشتی 1000 نسخه نه میلیون نسخه را بسوزانه. قلب تو قرآن است، قلب تو مملو از قرآن است. هیچ
حراسی نداشته باشه اگر دنیا کلی قرآن بسوزانه. الله تبارک و تعالی تو مردم پیدا کرده که در سینه‌اش قرآن وجود داره. مؤمن باید در سینه‌اش قرآن باشه. مؤمن باید دستورات قرآن در مغز و کلش باشه، نه که ماواره فقط پوشا داده را ایستیم. تو اگر در پوش انداختی و سوختانده از تو که او قدر قرآن از یاد کرد، گرد و غبار خود سرش نمیشینه، زیر پای خود نمیشه. لیکن تو گرفتی ایراد در زیر گرد و غبار مانده، تمام آیات ها را نوشته کردی، در بغلای دیوالت مانده، چقدر خاک سر شیشته، چقدر بی تعظیم شیشته. تو توهین نکردی قرآن. تو مؤمن در سر شناخسنگ قبر سوره اخلاص و آیت الکرسی را نوشته نکردی؟ سگ نمیره، لنگ خود بالا نمیکنه، دور از مسجد و قرآن سرش پیشاب نمیکنه. تو مسلمان همی کار نکردی؟ باز داد میزنی از محبت قرآن، از دفاع قرآن، تظاهرات میکنه، خدا میکوشه. قرآن برات امیر را نشان داده. قرآن کدام را برات نشان داده؟ تو قرآن بخون که در این طور صورت، در این طور حالت قرآن برات کدام را نشان داده. اونجا باز تو میدانی که قرآن چی است، که قرآن چی دستور برای تو داده. افسوس است امروز در حال مسلمان ها، خیلی افسوس است، خیلی زیاد افسوس است. تو قرآن کریم در بیرق نوشته کردی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. با الله معلوم کی به کدام نیت، به کدام عقیده وفات کرده. اونجا آیت قرآن افتو زد رخت چی شد، ناتوان شد، شمال گرفت در چقوری انداخت، نعوذ بالله در اونجا تمام گندگی ها بود. آیت قرآن در اونجا انداخته شده. بیایی که بریم براتون نشان بدم در این مقبره ها که در هر گندگی چقدر آیت قرآن وجود داره. تو مسلمان همی کار کردی. من زمانی از پاکستان آمدم، در قریه ما شهیدا شده در وقت حفیظ العین 30 نفر در یک روز در یک جای شهید شد. جوانا سری از وقت بیرقا زده بودن. شما خبر دارید 4 بوجی تاری را ما بیرقی که آیت دهش نوشته است او را ما جمع کردیم در لب دریا بردیم، او را سوختاندیم و خاکسترش در چی انداختیم. خب در بین سوختنا فرق است. سوختن مسلمان برای عزیز که قرآن به قدر نشوه، این کنده شده قابل استفاده نیست، آلی سوختانده میشه. ابوبکر رضی الله عنه سوختاند. در شریعت فقط همین مورد است، اما سوختاندن کفار برای توهین است، برای تعقیر است، برای آبروریزی توست، برای از اینکه تو را خب درد برسه، به این خاطر است و غصه خود پایین میکنه سری تو. فرق است بین دو سوختاندن. لیکن ما مسلمان چی کردیم؟ کدام وفا را با این کتاب الله تبارک و تعالی کردیم؟ امروز باید ننالیم. هر شکنجه‌ای که سر مسلمان میاد ناشی از کجاست؟ قرآن گفته و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که اعراض میکنه، خدا کور میکنه از ذکر پروردگار، نقید له شیطانا، ما مسلط میکنیم شیطان. مسلط نکرده سر ما، هر طرف ما را میبره، هر طرف ما را میکشونه. ارزش‌های اسلامی ما پایمال است، کلی گپای ما پایمال است. مسلط کرد الله سر ما به خاطر که از کتاب الله دور گریختیم، اعراض کردیم. قرآن در کجا بود؟ کجا خوانده میشد؟ کجا ترجمه میشد؟ شما ببینید یک مرکز شما در کل افغانستان ترجمه قرآن دیده بوده در می قدر عمر. لیکن امروز هم که پیدا میشه همین جاسوسای انگلیس است، همین مردمایی که نعوذ بالله چاپلوس و همیشه در خدمت همین مستکبرین جهان قرار داره، تبلیغات شروع میکنه. گاهی میگه قرآن کسی ترجمه نمیتونه 14 علم خوانده باشه، گاهی میگه این عوام قرآن چی میفهمه، گاهی میگه این وهابیسته، گاهی میگه در یک ماه قرآن یاد نمیشه. انواع دسیسه و وسوسه را برای منع ترجمه قرآن یا ایجاد میکنه. یا مسلمان است من حیث امام پیش میشه نماز میده، یا خود خدمت با کافر میکنه، نعوذ بالله. همین کفاری که امروز نمیخواه مردم بیدار شوه و قرآن بشنوه. یا آیت قرآن است. قرآن کتابی معجز است الحمدلله. در هر موقع بله اگر همینطور حالات نباشه آیات قرآن ما نمیفهمیم. امروز تو آیت قرآن فهمیدی که اعراض از قرآن سبب تسلط دشمن و شیطان است سری تو، مثل که اینمیالی است.